قاعده 31 چی است؟ میگه اقسام عبادات قلبی را بشناسیم. عبادات قلبی که است، اون پیشتر بر شما گفتیم که نیت است، توحید در نیت، توحید در محبت، توحید در خوف، توحید در تفکیر، توحید در امید، توحید در رجا، توحید در توکل. شاید بسیاری کسایی گپا را هیچ نشنیده باشه. شما شنیدین توحید در رجا؟ آجی صاحب یک توحید را شنیدی؟ توحید در رجا شنیدی؟ توحید در رجا، توحید در نیت. این توحید است که بسیاری کسا حتی بسیاری کسا را گپ بزنن میگه اوه این چی گپاست، ما خیلی چی داره. این خود خلاصه و قدوری و در کنز یا خو نیست، و خو فقه اصغر است، یا کلش کتابای فقه اکبر است. شرح عقیده طحاویه را بخوانین، علامه ابن ابی العز حنفی نوشته کرده، عقیده احناف در اونجا هست. شرح عقیده طحاویه، اصل عقیده احناف که است، عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کدام کتاب است؟ شرح عقیده طحاویه. او را بخوان باز عقیده را خوب صحیح میفهمیم. خب قاعده 32 توحید و شرک در نیت بفهمیم. توحید و شرک در نیت. سعی کنین. نیت دو قسم است، یکی نیت توحیدی هست و یکی نیت شرکی هست. نیت توحیدی این رو یادداشت بگیرین، کسایی که کتاب دارن بغلای کتابتان نوشته بکنین. بعضی چیزا که من میگم در کتابتان نیست. یکی نیت چی است؟ توحیدی، و یکی نیت شرکی. نیت توحیدی را در قرآن اخلاص میگه. نیت توحیدی را در قرآن اخلاص میگه که یک کار میکنی 100% در اونجا در نیت تو رضایت الله باشه. وقتی که 100% رضایت الله بود ایره اخلاص میگه. از این خاطر سوره قل هو الله احد سوره چی میگن؟ سوره اخلاص میگن. و شیطان هم میگه ما کلگیره گمراه میسازم الا عبادک منهم المخلصین. یکی مخلص است، یکی مخلص است. چی فرق از بین از این؟ مخلص کسی است که اخلاص میکنه از طرف الله در قلب از تاپه اخلاص زده میشه، بازی را مخلص میگه. مخلص اسم فاعل است، مخلص اسم مفعول است. اگر شما زیاد اخلاص کردین در کل کارایتان بگین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر 1% 99% برای الله یک کار کردی و 1% برای مخلوق کردی، اینجا شرک در نیت داخل شد. در نیت چی داخل شد؟ شرک. ایره شرک در نیت میگه. شرک در نیت 99% یک کار به خاطر رضایت الله میکنی، 1% مخلوق شریک کردی، باز شرک در نیت 3 قسم است. شرک در نیت 3 قسم است. یکی شرک خفی هست، یکی شرک جلی هست، فهمیدین؟ یکی شرک اکبر است و یکی شرک اصغر است و یکی شرک خفی هست. شرک در نیت 3 قسم است. شرک در نیت چند قسم شد؟ 3 قسم شد. شرک اکبر در نیت، این بسیار مهم مسئله از در عقیده، این را باید خوب دقیق فکرتان بگیرین. شرک اکبر در نیت و شرک اصغر در نیت و شرک خفی در نیت. شرک اکبر کدام یکی را میگن؟ شرک اکبر این را میگه که یک نفر در نیتش یک عمل به خاطر مخلوق باشه. مثلا بت پرستا بز یا گوسفند یا مرغ میگیرن به خاطر رضایت بت ذبح میکنن. در نیتش کی است؟ همین مجسمه هست. میگه این نذر است برای بلات، این نذر است برای منات، این نذر است برای هوبل. قبر پرستا برعکس از چی میکردن؟ قبر پرستا بز یا گوسفند، در عربا شتر زیاد بود در حبشه، بازی را به قبرهای صالحین خود می بردن. یهود و نصارا
امی خبرپرستا چی میکردن؟ اینمی نظر خدا حیوان میبردن زیر قبر پیغمبرهای خود. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که لعن الله الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اینا قبرهای پیغمبرهای خدا چی گرفتن؟ مساجد گرفتن، عبادتگاه گرفتن. پس بسیاری وقتا اینا نظرهای خدا به نام چی میکردن؟ به نام پیغمبرها میکردن. ای گوسفنده به نام فلانی پیغمبر، اینا دغه قسم اخیسه ده نظر ده فلانی زیارت ده پاره اینی رو به فلانی کردیم. پس چی میشه؟ اینجا شرک 100% میشه. شرک در نیت است. چرا؟ حیوان مستقلا به نام کی گرفت؟ به نام مخلوق و ذبحش میکنه به نام مخلوق. دوم قسم که هست شرک اصغر است. شرک اصغر کدام یکی است؟ شرک اصغر شرک است که در نیتش رضایت الله است، یک کار به خاطر رضایت الله میکنه، لکن در بین از او چی داخل میشه؟ در بین از او ریا داخل میشه. ریا را چی میگن؟ این شرک اصغر میگن. پس شرک اصغر انسان از دین نمیکشه. شرک اصغر انسان از دین نمیکشه، لکن اینمی عمل عبادتش کاملا 10,000 گوسفند خریدی، یک نفر از مثلا در قربانی میره، چی میکنی؟ والا من قربانی میکنم. به خاطر کی میکنی؟ به خاطر الله میکنم. لکن میره اون نفر 10,000 گوسفند میخره، تو چرا 12,000 خریدی؟ میگه من 15,000 خریدم که با بین گوسفندا گوسفند من دیگه، اما تو چا قد بلند باز مردم سعی کنه دیگه که اینه گوسفند. این ریا میگن. ریا و ریا که است باز اینمی 15,000 ثواب از کلش چی کرد؟ صفر کرد. این شرک اصغر میگه. یا مثلا شرک اصغر دیگه مثال چی است؟ مثلا شرک اصغری است مثل از شرک اکبر مثالش در قرآن چی است؟ میگه کالذی ينفق ماله رئاء الناس، میگه کسایی که مال خدا نفقه میکنن با ریاکاری به مردم، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، منافقین به الله روز قیامت ایمان نداشتن، لکن مال خدا به خاطر ریاکاری بر مردم چی میکردن؟ بان که مردم ما رو بگه که سکو چقدر سخاوت داره، چقدر مصرف میکنه، چرا فلانی میکنه. این شرک اکبر میشه. و شرک اصغر چی است؟ که نیتش رضایت الله هست، لکن او مخلوق هم داخل میسازه. و شرک خفی چی است؟ شرک خفی است که او رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که او از چی؟ حتی میگه از عظمی چیز کدام بسیار از دبیب نمل هم کده. ای چی است؟ خردترک است، کوچک است، که بسیاری وقتا انسان شرک اکبر چی است؟ دیدن نمیتونن. و این اکثرا کسایی هستن که اما تو خودسازی میکنن در چی؟ در عبادت ها خودم میسازن. ما این زیادتر در چی میاد؟ می قاری صاحبایی که قرآن میخوانن باز بسیار دیگه اگر در این مسابقه اشتراک و در اون مسابقه اشتراک و که باز اگر چیز شدن روز پوندیده میره و باز اگر یک کسی یا دعوتگرایی که اگر یک کمک سرش انتقاد کردی باز اگر بیخی دعوت ترک میکنه. اگر توصیفش کردی که ماشاءالله چه خوب صدای لوکس داری و چه خوب دعوت کردی باز بسیار خوش میباشه. دیگه شرک اصغر علما میگن که شرک خفی کسی بسیار خطرناک است که تا انسان در کردن نمیتونه. قاعده سوم چی است؟ توحید و شرک در محبت بفهمیم. توحید و شرک در محبت. اینا اقسام محبت بفهمیم، باز بعد از اون میفهمیم کدامش توحید است کدامش شرک است. محبت اصلا سه قسم است. یکی محبت الله است که این محبت در چی می باشه؟ در قلب می باشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، این محبت الله میگن. دوم محبت عبادت است. او چه قسم است؟ اینمی قسم محبت عبادت میگن. ببخشید. قسم دوم محبت فی الله است. محبت فی الله است. یکی محبت الله هست، یکی محبت فی الله هست. یک فی زیاد شده دیگه. محبت فی الله چی هست؟ که یک کسی را به خاطر الله دوست داشته باشی، یک مخلوقه. اینه میگه محبت چی است؟ محبت فی الله هست. مثلا یک کسی را میگی احبک فی الله، من تو را دوست دارم به خاطر کی؟ به خاطر الله. ما و شما چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داریم؟
ما و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر الله دوست داریم. محبت پیغمبر محبت فی الله هست، یعنی یکی محبت اصلی است حقیقی، یکی محبت مجازی هست. محبت الله محبت حقیقی هست، اما دیگرها مخلوقا را ما فی الله به خاطر الله دوست داریم. محبت از او اصلی نیست، اصل محبت الله هست. پیغمبر را چرا دوست داریم؟ به خاطر که این رسول الله هست، فرستاده الله هست، دوست الله هست. یعنی شما اگر یک دوست الله را دوست می داشته باشی، این محبت چی میگه؟ فی الله میگن. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که انس ابن مالک رضی الله عنه میگه در حدیث است که حدیث صحیح مسلم است. در صحیح مسلم یک حدیث آمده است که عن انس ابن مالک قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یؤمن احدکم، یکی از شما مؤمن گفته نمیشه حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین، تا وقتی که مرا از اولادای خود و از والدین خود کرده و از تمامی مردم کرده دوست نداشته باشه. یعنی تا وقتی که یک کس رسول الله صلی الله علیه و سلم از مادر و پدر خود کرده، از اولاد خود کرده، حتی از نفس خود کرده دوست نداشته باشه، این مؤمن واقعی گفته نمیشه. پس این قسم دو محبت چی است؟ محبت فی الله هست که ما دوستای الله را به خاطر رضایت الله دوست داریم. قسم سوم چی است؟ محبت مع الله هست. محبت مع الله هست. این محبت مع الله کدام یکی است؟ محبت مع الله این است که یک نفر به مو اندازه که الله را دوست می داشته باشه، یک مخلوق را دوست می داشته باشه. مثلا کافرها بت‌های خدا مثل که الله را دوست دارن او را دوست دارن، یا مثلا کافرها که از قانون مخلوق از قانون الله کدام ترجیح میتن، او را میگه ما بسیار دوست داریم، به خاطر از این ما جان میتیم، ما به خاطر سوسیالیسم مبارزه میکنیم و امراض زیاد محبت قوی دارن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. این محبت شرکی هست که محبتی که شایسته الله هست او را چی کنی؟ برای مخلوق بتی. این محبت شرکی هست. پس نباید یک مخلوق مثل اینه باز محبت مع الله میگن، یعنی امرای الله یک مخلوق اما تو محبت میکنی که مثل که الله را محبت میکنی. و قسم چهارمش یک قسم دیگه محبت است که باز این محبت غریزی گفته میشه یا طبیعی گفته میشه. این محبت باز به عقیده ارتباط نداره. محبت طبیعی طبیعتاً یا غریزتاً، پس پدر اولاد خدا به حساب غریزه دوست داره. این محبت مربوط به عقیده نیست. شما مثلا اولادتان دوست دارین، من مادرم دوست دارم، من پدرم دوست دارم، من اولادم دوست دارم، من اعضای خانواده خود دوست دارم، صحیح نه؟ یا محبت شفقت است، قاری صاحب سنش خورد است، محبت شفقت میکنی. یعنی محبت شفقت و محبت اولادا این یا کس محبت چی است؟ محبت غریزی هست. یا که یک نفر در یک اتاق زیاد زندگی میکنی که عادت انس میگیری، این محبت غریزی هست، بازی به عقیده تعلق نداره. پس محبت الله هست که محبت اعتقادی هست، این محبت عبادت است. محبت فی الله این هم محبت عبادت است که تو یک دوست الله را به خاطر الله چی می داشته باشی؟ دوست می داشته باشی. از این خاطر در حدیث سبعتون یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله و رجلان تحابا فی الله. پس که محبت عبادت است. یک شخص من تو را دوست دارم به خاطر چی تو را دوست دارم؟ که تو دوست الله هستی، صحیح نه؟ پس وقتی که تو را من دوست دارم به خاطر که تو دوست الله هستی، این هم یک عبادت است. متوجه شدین؟ و قسم سومش محبت شرکی هست. محبت شرکی کدام یکی است؟ که یک نفر مخلوق به اندازه الله دوست داشته باشه، این محبت شرکی هست. باید مخلوق به این اندازه دوست نداشته باشی که به امرای الله وقتی که برابر شد باز میگه که نه برادر تو از الله. از این خاطر پیغمبر ابراهیم علیه السلام بین محبت غریزی و بین محبت الله امتحان میشه. الله میگه مرا دوست داری ابراهیم؟ میگه بله دوست دارم، تو پروردگار من هستی. اولادت چطور است؟ میگه اولادم خب محبت طبیعی دارم، بکشش، ذبحش کو به خاطر رضایت من. پس ابراهیم علیه السلام به خاطر محبت الله دیگه محبت خود چی میکنه؟ قربان محبت الله میکنه. از این خاطر باید محبت غریزی یا محبت طبیعی انسان بلند نشه که در مقابل محبت الله قرار بگیره.
قاعده 34 که هست میگه توحید و شرک در خوف بدانیم. خوف اصلا بفهمیم که چند قسم است. خوف 4 قسم است. 4 قسم خوف است. اول خوف از الله است. این خوف الله که است که انسان مسلمان از عدالت الهی میترسه. در آیات قرآن میگه فاتقوا الله یا اولی الالباب، پس بترسین از الله. و الله میگه و خافونی، از ما خوف بکنین. و خافونی، از ما خوف بکنین. یعنی خوف است که انسان مسلمان از الله میترسه که اگر ما کار زشت بکنم الله مرا محاسبه میکنه، میتونه مرا هلاک بکنه، میتونه مرا از بین ببره. این خوف الله است. قسم دوم خوف طبیعی است. خوف طبیعی کدام یکی است؟ که انسان طبیعتا از چیزهای مضر میترسه. مثلا اگر میل یک دانه شیر بیاید درنده، کل ما و شما از این میترسیم. این خوف چی هست؟ خوف طبیعی هست. یعنی خوف طبیعی هست. فخرج منها خائفا، مثل که موسی علیه السلام میگه از فرعون میترسید، از ظلم فرعون، از یک ظالم قاتل، از یک اختطافچی، از یک ظالم انسان طبیعتا میترسه. این به عقیده ارتباط نداره. این خوف چی است؟ این خوف طبیعی است. قسم سوم خوف شرکی هست. خوف شرکی کدام یکی است؟ پس خوف اول خوف توحیدی بود که از الله انسان میترسه. خوف دوم خوف طبیعی بود که طبیعتا انسان از چیزهای مضر میترسه. قسم سوم خوف شرکی هست که بت پرستا و قبر پرستا آنقدر از بت خود میترسه که حتی برای پیغمبر چی میگفتن؟ برای هود علیه السلام میگفتن که ان نقول الا تراک بعد الهتنا بسوء. ای هود علیه السلام، تو خو معبودای ما را بد میگی، حتما یا بر تو ضرر میرسانه. فهمیدی یا نه؟ باز از او میترسه، میگه او ولایی میترسه. اگر کفتر شاید شمشیره را بخوری بازی درت میته. این خوف شرکی هست. فهمیدی یا نه؟ اگر فلانی را مثلا موترت ساز از پالوش تیر کردی، باز این موترت را چپه میکنه. این خوفا هست، خوفی که از مخلوق به شکل میترسه. از در یک جای رفتیم، ماهی بود در یک زیارت، گفتیم از این ماهی بیار که بخوریم. گفت نه، ماهی را بخوری رودای تا برات گدوات میکنه. این خوف است. خوفی که باید از الله بترسه، از مخلوق میترسن. پس اینی خوف است. بت پرستا از بت خود بسیار میترسه. اگه برش بگو یک تو برو این بت یک سیلی بزن، او میگه اگر سیلی بزنم بت دستم خشک میشه. نه باز میگه دستم خشک شده. فهمیدی یا نه؟ یعنی خوف چی هست؟ این خوف شرکی هست. مثل که بسیاری وقتا پیغمبرها را از چی میکنن؟ میترسانن. قسم چهارم از اون میترسن، از اونمو میترسن، از اونمو چوب میترسن، از اون حالت تناسلی میترسن، از اینمی گاو میترسن، از گاو. اوه میگه این گاو غرض نگیری. گاو از روی سرک تیر میشه، میگه اگر سونش بعد سیل کنی چشمایت کور میشه. از گاو میترسن. گوشش چطور میکنی؟ ما گفتیم تو بان ما را یک دفعه و گواش هم هوشیار بود. خو دم سرک ها میگشتن، باز که ما دیگه اون اتاق داشت میگفتیم که بیا باز گاو ما مسلمان هستیم در اتاق طالبه اختطاف میکنیم. ما گفتیم کاش یگان داشتیم اتاق یک چپش کنیم تا صبح. خب گوشت های هم چیز داره، گوای چاق دم سرک ها گشتن میگن حتی مرداریش هم میگن مرداریش پاک کنیم مرداری العیاذ بالله. انسان که ایمان نداشت میخی وضعیت خراب است. خب قسم چهارم کدام خوف است؟ که خوف حرام است. پس یکی خوف توحیدی است، یکی خوف شرکی است، یکی خوف غریزی است، یکی خوف حرام است. خوف حرام کدام یکی است؟ این خوف است که انسان از گفتن یک واجب به خاطر یک مخلوق میترسه. این خوف حرام است. گپ نزنین، اگه گپ بزنین در افغانستان استاد دی باره گپ نزنین که در دستان اکسی تا جاسوس شیشتن. من خیلی جاسوس بیچاره هم که از آدم است، باید بفهمه که 50 سال بعد وام میمرم ما میمرم. در روز قیامت سالش کنی اوی تو خدا درس ما شیشته بودی کجا میری؟ والا سه زنجیرایی. من خب به خاطر درس نمودم، به خاطر جاسوسی آمده بودم. آمده بودم که گپ نمون از آلت تناسلی ببر راپور شد. بگم روز استاد درباره آلت تناسلی پرستا بحث کرد.
متوجه هستین؟ پس خوف حرام کدام یکیست که از ترس مخلوق حق نمیگی فلانی خفه میشه خلاف میشه، در حالی که اگر هست قدر از مخلوق بترسی از الله نترسیدی، از هم مخلوق میترسی. از الله که ترسید مخلوق چی است؟ مخلوق اگر بردت بندید کرد قرار سیاحت از عبادت الله را بکن. تو مزه میته نماز خوانده در زندان می کسایی که رفتن پرسانش کنم میگه 2 رکعت نماز در زندان به اندازه 200 رکعت دیگه اینجا مزه داره، چون اونجا خب زیر فشار هستی همون نماز شما خوب مخلصانه به الله نماز میخونی. اگر از افغانستان کشید توریست سیاحت میکنی چکر میزنی منطقه را سر میکنی، اگر کشتید اینه به خاطر دین الله کشته شدی شهادت است. علامه ابن تیمیه میگه هیچ آدم نقص نمیکنه، مر اگر بکشین شهادت است، بندیم کنین خلوت است با الله خلوت میکنین و از وطن بکشینم چی است؟ سیاحت است. هیچ نه. اما بسیاری کسا هستن ترسیدن. یک وقت ما بودیم در وقت می کمونستا، مولوی صاحب میگفت ما مولوی صاحب یک روز در صنف بودم، میگه مولوی صاحب می موسیقی حکم چطور است؟ ای خراب ای بیا چرا پرسان میکنی؟ او مولوی صاحب موسیقی حلال است که نزن که بندی میکنی. فهمیدی؟ در وقت خلقیان در ماه مبارک رمضان در شبای قدر و چی میکردن؟ در شبای قدر اونا کنسرت میدادن. فهمیدی یعنی؟ باز یا چی هستن؟ دیگه مولوی ها را میگفت دواری موسیقی که از گپ نزنه، که اگر گپ زد باز چی میشه؟ همیشه یک دونه فیلمشان پیش ما بود، اون رو مگم کردم که یک کاکاگک باز میگفت ما در وقت اعلی حضرت، این در وقت اعلی حضرت اعلی حضرت هم وضعیتش خراب بودن بابای ملت. در هندوستان که است بین هندوها که است رقص با چی میشه؟ عبادت با رقص است، عبادت با موسیقی هست. مثلا در کلیسا اگر شما برین و بدون پیانو عبادت کردن نمیتونن، باید کت پیانو عبادت کنن. ایناله از این خاطر حتی مشرکین قریش عبادتشان چی بود؟ و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه. مشرکین عبادتشان چی بود؟ مکا بود. مکا چی را میفتن؟ تصدیه چی را میفتن؟ مکا مفسرین میگه که یک انگشت بالای انگشت دیگه من گذاشتن در دان خود دیگه همون تو کفتر بالا فلاق کرده میرفتن. این چی میکنیم؟ عبادت میکنن. تصدیه چی بود؟ صدای دو دست. تصدیه صدای دو دست چک چک باش فلاق چک چک یا عبادت میگه. این در آیت قرآن است. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه. اما عبادت ما و شما مسلمان ها چی است؟ عبادت مسلمان ها قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. پس ما و شما در عبادت خود نمیتونیم که چی کنیم؟ چک چک کنیم یا عطن پرتیم یا مثلا رقص بکنیم. این گپا کلش در اسلام نیست، ولی بعضی کساس بیچاره بازی خوردن. اینال خوف حرام کدام خوف است که یک حکم الله را به خاطر مخلوق بیان نکنی، کتمان بکنن. از این خاطر بسیاری علما به خاطر ترس از مخلوق بسیاری آیات قرآن چی میکنن؟ کتمان میکنن. توحید اطاعت مکمل پت کردن. تنها توحید عبادت میگن، توحید اطاعت پت میکنن. شاگرداشان توحید اطاعت نمیفهمن. توحیدش که مثلا پادشاه ها هستن، همی رهبرا و اتراک هستن که شریعت الله را تبدیل میکنن، عوضش قانون وزیر میارن. کتابای 20 سال پیش 30 سال پیش که بخونی میگه کسی قانون الله را تغییر داد یا گفتی قانون مخلوق بهتر است از قانون الله کرده یا مساوی هست یا میتونه که جاگزین قانون شود، کلش گفتن که کافر میشن. اما اینا رو فعلا کلش از کتابا چی کردن؟ کشیدن. چرا؟ به خاطر ترس از مخلوق. از ترس از مخلوق.